5 نکته و استراگ مخفی داخل انیمیشن لوکا که مطمئنم هیچ کدومتون نمیدونستید. شماره 5 آلبرتو روی بازوی چپش جای زخم داره که مربوط به برخورد با نیزه هارپون در اول فیلم. شماره 4 وانت معروف تحویل پیتزا یا همون پیتزا پلنت که تقریبا در تمام انیمیشن‌های پیتزا حضور دارد در اینجا دیده می‌شود. شماره 3 وقتی لوکا زمین می‌خورد و گیج می‌شود به جای ستاره مایع آنچو یا همون مایع کولی را می‌بینید که دور سرش می‌چرخد. شماره 2 در یک از نماهای مربوط به مسابقه توپ زرد رنگ معروف پیتزا یا همون لوکسوبال روی یکی از پشت بام‌ها قرار دارد. شماره 1 عددی که روی جلوی قطار نوشته شده 94608 در واقع کد پستی شهر امریدی در ایالات کالیفرنیا است، یعنی دقیقا همون جایی که دفتر مرکزی استودیویی انیمیشن سازی پیکسار در آنجا قرار دارد. 5 نکته و استراگ مخفی داخل انیمیشن لوکا که مطمئنم هیچ کدومتون نمیدونستید. شماره 5 آلبرتو روی بازوی چپش جای زخم داره که مربوط به برخورد با نیزه هارپون در اول فیلم. شماره 4 وانت معروف تحویل پیتزا یا همون پیتزا پلنت که تقریبا در تمام انیمیشن‌های پیتزا حضور دارد در اینجا دیده می‌شود. شماره 3 وقتی لوکا زمین می‌خورد و گیج می‌شود به جای ستاره مایع آنچو یا همون مایع کولی را می‌بینید که دور سرش می‌چرخد. شماره 2 در یک از نماهای مربوط به مسابقه توپ زرد رنگ معروف پیتزا یا همون لوکسوبال روی یکی از پشت بام‌ها قرار دارد. شماره 1 عددی که روی جلوی قطار نوشته شده 94608 در واقع کد پستی شهر امریدی در ایالات کالیفرنیا است، یعنی دقیقا همون جایی که دفتر مرکزی استودیویی انیمیشن سازی پیکسار در آنجا قرار دارد.